پانتون کابل یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی در افغانستان در فصل زمستان جلوه بی‌نظیر به خود می‌گیرد. فضای سبز، ساختمان‌های تاریخی و محوطه‌های گسترده آن با پوششی از برف سفید منظره چشم‌نواز و آرامبخش ایجاد می‌کند. برفباری در پانتون کابل نه تنها زیبایی طبیعی محیط را دوچندان می‌کند، بلکه حس همبستگی و نشاط را در میان محصلین و استادان زنده می‌سازد. قدم زدن در میان درختان پوشیده از برف، صدای آرامش بخش خشخش برف زیر پا و تماشای بازی‌های دوستانه محصلین در این فضای زمستانی لحظات را فراموش نشدنی را برای هر فرد رقم می‌زند. غروب زمستانی در پانتون کابل وقتی نور خورشید برف‌های سفید را به رنگ طلایی در می‌آورد، تصویر رویایی و خیال‌انگیز را به نمایش می‌گذارد. این زیبایی طبیعی نه تنها الهام بخش یادگیری و مطالعه است، بلکه ارزش و اهمیت این نهاد علمی را به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و علمی افغانستان برجسته‌تر می‌سازد. Actually, why is this ticket more fun? Foto berhenti itu pemikiran dulu baca.
کابل را خونه میزنه چی که برایستی؟ سلام. باران نرم و بی صدا بر پهنای سبز پنتون کابل می بارد. قطره ها به آرامی روی برگ های درختان می لغزند و عطر خاک نمخورده با نسیم صبحگاهی در هم می آمیزد. اینجا میان این طبیعت بکر و سبزینه های خیره کننده روح آدمی آرامش و وصف ناپذیری می یابد. مسیرهای سنگفرش شده با رد پای خیس دانشجویانی که زیر سایه درختان پناه گرفتند روایتگر هزاران آرزو و امید هستند. گویی هر برگ و شاخه شعر نانوشته از زندگی را زمزمه می کند و آسمان ابری در سکوتش شاهد خاطراتی است که در این مکان جاودانه می شود. پنتون کابل در دل باران و سبزی نه تنها مکان برای دانش اندوزی بلکه مکانی برای تأمل، رویا پردازی و یافتن معنای زندگی است. در این لحظات طبیعت و انسان به هم نزدیکتر می شوند و قلبها با ضرب آهنگ قطرات باران هماهنگ می گردند. در فضای سبز و دلانگیز پنتون کابل، جایی که برگهای درختان با نوازش نسیم آرام می رقصند و آفتاب نرم و طلایی سایه گرم و آشنا
بر چمنهای تازه سبز انداخته است. سکوت معنادار جریان دارد. قدم زدن در میان این طبیعت رویایی گویی داستان ناگفته را در گوشها زمزمه می کند. صدای خنده های دانشجویان که از دور شنیده می شود. در این محیط جای زیر سایه درختان کهنسال گروهی از دانشجویان نشستند. یکی کتابی در دست دارد و دیگری به آرامی چیزی را روی کاغذ می نویسد. نگاه و لبخندهایشان تصویری از امید و آینده و عشق به زندگی را منعکس می کند. اینجا پانتون کابل نه فقط یک مرکز آموزشی بلکه معامل آرزوها و رویاهای است که در میان این فضای سبز و رویایی به تدریج شکل میگیرد و بال میگشایند. هر برگ، هر گل و هر پرتو نور خورشید گواه است بر زنده خوب است. الفوني ده سندري يا غلا كانت الكواشي المشاركه خليك تغلق لا غطي فترسكيت بورتكوش زي ده چقدر می باشه این ویدیو؟